پیام دارم به ادمین کانال پرویز تیوی و حادثه تیوی. اینها کانال هایی هستند که نوارهای فحش دختران تاجیک را پهن میکنند. بعضی جوانان بی‌غیرت هم تلفن در دست هر چیزی دیده اشان را نوار برداری کرده میگویند پرویز تیوی بقاب، حادثه تیوی بقاب. و من بگوید که کدام عالم دین، کدام کارشناس علوم اسلامی فتوا داده است که کار فحش و زناکاری را نوار برداری کرده پهن کنید؟ کدام عالم دین فتوا داده است که با نوار برداری کردن و شرمنده کردن زناکاران شما می توانید آنها را جزا بدهید؟ چون این جزا دادن در کدام آیت و حدیث آمده است؟ باید جزا دادن زناکاران نوار برداری شده پهن شود، نه کار فحش و زناکاری آنها. ولی شما برعکس کار فحش و زناکاریشان را پهن می کنید و به جزای آنها کاری هم ندارید. این را خوب بدانید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند مردم وقتی کاری منکر یعنی کاری خلاف شریعت را دیدند و آن را تغییر داده منع نکردند، خداوند همه آنها را به عذابش فرا می گیرد. روایت احمد، ابو داود و ابن ماجه. پس آیا شما می توانید آنها را از این کارهای فحش باز دارید یا شما فقط شرمنده کنی را می توانید و خلاص؟ می توانید به نزدشان رفته آنها را منع کنید؟ هرگز کرده نمی توانید و جرأت هم ندارید. آیا باری هم از عالم درباره این کار ناروای خود پرسیده اید؟ از روی شریعت این کار شما گناه کبیره به شمار می رود. از الله بترسید. اگر شما می گویید که جزا می دهیم، پس شما که حق جزا دادن رو ندارید. در شریعت هر کس حق ندارد از پیش خود کسی را برای فاحشگی و غیرت جزا بدهد. اگر اصلاح چنین زنان را می خواهید، پس این کاری که شما می کنید طریقه اصلاح نیست. طریقه اصلاح اولا دعوت و نصیحت و بعد از آن برایش دعا کردن است. پس آیا باری هم یکی از آنها را با نرمی دعوت و نصیحت کرده اید؟ بعد از دعوت و نصیحت باری هم از صدق دل برایشان دعا کرده اید تا خداوند هدایتشان کند؟ نه، این کارها برای شما آسان نیست. برای شما کاری آسان پهن کردن این نوارهای فحش و شرمنده کردن است. برادران عزیز، خواهش میکنم پهن کردن این نوارهای فحش و شرمنده کنی را بس کنید و شریعت را از پیش خود شرح ندهید. معلوم کردن کار درست و نادرست را به علمای دین سپارید. آنها بهتر میدانند که کدام کار درست است و کدام کار نادرست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.